سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو. داخل ویدیو یه اتچمنت تیک 117 واسهتون آوردم، نقطه زن، یعنی انگار اسنایپ واقعا. و داخل ویدیو هم هست که توی رنج اسنایپ با تیک 117 چیل گرفتم. حتما ویدیوش تا آخر ببینید، ناموسن انگار این بات با این تیک 117. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. آقا خدای لایک کنید دیگه. اینجا یه سولو اسکوادتون زدم، عشق کنید. و اگه از این ویدیوهای گیم پلی و آموزشی در مورد کال آف دیوتی موبایل و وارزون رو دوست دارید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که اولین نفر از ویدیو بعدی هم با خبر بشید. اینجا رو ببین، همینجوری وایساده بودم و انمی مثل یه دونه بات اومد بالا و زدمش. و اینجا سولو اسکوادشون کردم دیگه. دو نفر دیگهشون مونده است. فکر کنم یه دو نفرشون زدم. آره دو نفرشون، یکیشون هم که نتش رفته بود. یه هم نفر سومیش با پامپ داره میاد بالا. دو تا شات اینجا بهش زدم و نخورد. حالا اینا به کنار، از اتچمنت تیک 117 براتون میگم. ناموسن این باته، یعنی رنج اسنایپر خیلی راحت میزنه. حالا داخل ویدیو هم هست. و اتچمنتش هم اینطوری نیست که واسه گانمتیک بهتر باشه، واسه گانای اپیک و اینا خوب نباشه زیاد. از اون دسته اتچمنت ها شروع همه گانای تیک 117 خوبه. و یه سری از اتچمنت ها مثلا روی 117 لژندری بهتر از روی 117 عادیه. این از اون دسته اتچمنت ها نیست. این هم نفر سومشون و نفر چهارم هم اینجا اشتباه کرد چه راش نداد. اینجا اگه راش میداد 100% منو میزد. و اینم خیلی راحت زدیم و اسکوادشون رفت لابی. اینو هم زدیم، بریم سراغ نفر بعدیمون و دیگه کم کم بریم سراغ اتچمنتمون. اینجا فکر کردم که نینجا با همه و یه دفندر زدن. آقا نینجا رو نگیرید، ناموسن بگید من نینجا من فقط خدشو میدونم. ستونا 117 رو چشیدیم. اینجا هم یه چیل باهاش میگیریم. حالا این چه بات بود میدونم، ولی خب جلوتر یه سولو اسکوادم تقریبا باهاش میزنم. یعنی که سه نفر میزنم، نفر آخرشون میاد و من اونجا تیرم تموم شده بود. و حالا این جلوتر خودمون میبینیم. این داداشمون هم یه هدشات میزنیم و اینجا 117 رو ببین. این چقدر مثل فینش ناموسن. توی این رنج با انگار با فینش داریم میزنیم. اینم رنج اسنایپر که گفتم زدم. حالا با یه خشاب میدونم ایمم زیاد خوب نبود اینجا، ولی خب به هر حال رنج اسنایپر بود خدایی. و هر چی دیگه بود اینجا اسنایپر میزد. اینم یه نفر دیگه با 117 میزنیم. بریم سراغ یه تک بدم که اینجا بزنیم، بعدش هم جای چمچم اتچمنت رو بهتون بدم. اولی داشت اسنایپر میزد مثل خیار زدمش، دومی هم اون بالا بود. و اینجا میبینید که پینگم رفت بالا و جمع خیلی زودتر انمی چیل میشد. و ستون اینم از اتچمنتش روی صفحه میاد، حتما استفاده کنید و حتما نظرتونم راجع به اتچمنت داخل کامنت ها بدید. اینجا هم یه سولو اسکواد زدن. البته سولو اسکواد چی نه، نفرش آخرشون منو زد. و اونجا هم ناموسن تیرم چند بود. اگه تیر داشتم میتونستم بزنمش. یه دفندر اینجا زد. داشتم میگفتم نظرتون راجع به اتچمنت و اینا رو حتما داخل کامنت ها بدید، هر نظری دارید. خدای عشق نمیکنه اتچمنت رو. ببین از کجا داره میزنه. با یه خشاب دو نفر رو زدم. یا آرمورم اینجا بزنیم که بریم سراغ نفر بعدیشون. ببین اون پشت دفندر همونجا مونده. اینجا یه نید بسکتبالی میندازم. این نید گرفتم روی همون دو نفری که بزدم با یه خشاب. اولی چیل شد، دومی هم وقتی که نید ترچید چیل شد. یعنی انگار با یه تیر دو نشون دادم. یه بات دوست داشتنی هم اینجا بود چه زده میش. و ستونایی که تا آخر ویدیو دیدن، آقا مرسی این تا اینجا ویدیو دیدید. خیلی خیلی دوستتون دارم. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایکش کنید. آقا لایک کنید دیگه، خدای خیلی انرژی هم میده وقتی میبینم ویدیوم لایک خورده. و هر نظری هم دارید داخل کامنت ها بگید. و اگه این سری ویدیوهای گیم پلی و آموزشی در مورد کال آف دیوتی موبایل و وارزون موبایل هم دوست دارید، حتما کانال ساب کنید، چون کلی ویدیو هم در مورد وارزون با واسون داخل کانال گذاشتم. اونا رو حتما ببینید. اینجا هم دیگه نفر آخرشون ما رو زد، ولی خب اون ستا رو خدای خیلی خوب زدم. این داداشون هم خوب منو زد واقعا. و ستون جان این بود از ویدیو امروز. میبینمتون تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای.